حدیث نمبر 8. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن الی جاره. من هر کسی که یؤمن بالله والیوم الاخر، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هر کسی که ایمان به الله و روز قیامت داره، فلیحسن الی جاره، به همسایش باید نیکی بکنه. رواه مسلم. این حدیث امام مسلم رحمت الله علیه در کتابش به نام صحیح مسلم روایت کرده. از این حدیث شریف ما و شما چی درس میگیریم؟ از این درس میگیریم که هر انسان مسلمان مثل ما و شما که به الله روز قیامت ایمان داریم، پس بالای ما و شما لازم است که به همسایه‌های خود چی بکنیم؟ نیکی بکنیم. یعنی همیشه به همسایه خود به هر اندازه که میتونیم کمک و همکاری و نیکی بکنیم، بر از اونا بدی نکنیم. چیزی مثلا کثافات و گپا در سر راه و یا هم اگر در منزل بالا هستیم بر سر از اونا نندازیم و دیگه کدام گپ زشت برشان نزنیم. همیشه برشان نیکی بکنیم، با زبان با عمل همیشه برشان نیکوکار باشیم. و این یکی از چی است؟ از بخش‌های ایمان است و این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما هست که همیشه با همسایه خود با اخلاق بسیار 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 خوب زندگی بکنیم و هیچ وقت سبب چی نشیم؟ سبب اذیت همسایه خود نشویم. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این از خاصیت کسایی است که ایمان به الله و روز قیامت دارند.